این ویدیو 20 تا از اشتباهاتی که فارسی زبان‌ها موقع انگلیسی صحبت کردن دارن رو میخوام بگم و اینکه چجوری اونها رو درست کنیم و درست حرف بزنیم. مطمئنم شما هم قطعاً حداقل 4-5 از این اشتباهات رو دارید یا قبلا انجام دادید. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا ببینید این اشتباه‌ها رو داشتید یا الان دارید میگید و یاد بگیرید که چجوری درستشون کنید. اولین چیزی که ما اشتباه میکنیم موقع گفتن سنمونه. مثلا ببینید ما توی فارسی من 26 سال سن دارم، درسته، معنی میده. اما باز هم بهترین راهش گفتن اینه که من 26 سالمه. 26 سالمه. کوتاه، قشنگ، اما 26 سال سن دارم هم معنی میده. اما تو انگلیسی این معنی نمیده. یعنی اگر ما بگیم I have 26 years old این اشتباهه. اصلا have نباید بیاریم. بعد بگیم I'm 26. حالا اون years old رو میتونیم بیاریم، میتونیم نیاریم. اختیاریه. I'm 26 years old یا I'm 26. You tell me how old are you? شما برام بنویسید چند سالتونه توی کامنت ها. از دو روشش هم استفاده کنید. یا میگید I'm با عدد سنتون یا میگید I'm عدد سنتون years old. دومین اشتباه که باز هم تو فارسی ممکنه معنی بده، بعضی ها من شنیدم که میگن مثلا تلویزیون رو باز کن، تلویزیون رو روشن کن و میگن تلویزیون رو باز کن. و حتی تو انگلیسی هم همینو میگن. مثلا به جای مثلا میگن که open the TV. این اشتباه بچه‌ها. ما تو انگلیسی تلویزیون رو اصلا نمیتونیم باز کنیم. تلویزیون رو فقط روشن میکنیم. Turn on the TV. Turn on the TV. پس توی فارسی شاید معنی بده اما نمیتونید اونو به انگلیسی برگردونید. تو انگلیسی حتما باید بگید turn on the TV. تلویزیون رو روشن کن. سومین اشتباه که اکثر زبان آموزا دارنش استفاده agree. agree به معنی موافق بودن و خودش یک فعله. شما نمیتونید بگید I'm agree. اسم نیست، صفت نیست که شما بگید من موافق هستم. نه، خود موافق بودن فعله. وقتی شما میگی I'm agree انگار داری میگی که من موافق هستم. این اشتباهه. شما باید ام رو حذف کنید، to be رو حذف کنید و اصلا هیچ چیز دیگه ای نگید. فقط فاعل به علاوه agree. I agree. من موافقم. حالا با تو موافقم چی میشه؟ I agree with you. با تو موافقم. I agree with you. با تو موافقم. اگر بخواید بگید موافق نیستم میتونید بگید I disagree. موافق نیستم، مخالفم. یا بگید I don't agree. جفتشم درسته. اما دیگه اصلا نیارید. I'm agree اشتباهه. چهارمین مورد که خیلی دوباره بچه ها اشکال دارن و مطمئنم شما موقع حرف زدن اشکال دارید و باید خیلی حواستون باشه، استفاده دو و داز برای فاعل هاشونه. مثلا ببینید ما چند تا فاعل داریم توی انگلیسی. I, you, he, she, it, we, they. ببینید تمام فاعل ها به جز این ستا he و she و it بقیه دو میگیرن، he و she و it داز میگیرن. فعل کمکی زمان حال دو و داز هستش. پس شما برای he و she و it حتما باید داز بذارید. مثلا به جای اینکه بگید he don't come یعنی اون نمیاد، این اشتباهه. he don't come ما نداریم. شما باید بگید he doesn't come. یا مثلا she don't cook اشتباهه. فعل کمکی she does هست. she doesn't cook. does she cook? she doesn't cook. پس does و doesn't. حالا منفیش میشه doesn't دیگه. پنجمین اشتباه اینه که اصلا گذشته رو رعایت نمی‌کنن. یعنی شما فعلتون برای جملات مثبت گذشته باید فعلتون به گذشته برگرده. مثلا go گذشتهش میشه went. من رفتم میشه I went. اما اگر بخوای تو گذشته سوال بپرسی یا منفی کنی جملتو، یعنی مثلا من نرفتم یا آیا من رفتم، شما به فعل کمکی نیاز دارید. شما به فعل کمکی آیا نیاز دارید توی زبان انگلیسی. اینجور وقتا دیگه وقتی میخوای بگی نرفتم، فعل کمکی گذشته چیه؟ دید برای جملات سوالی و didn't برای جملات منفی. didn't یا did not. و شما نمیگید که I didn't went. نرفتم. نمیشه. شما وقتی فعل کمکی دیگه گذشته است، دیگه دید خودش نشونه ای از خود دید دیگه نشونه ای از گذشته است.
شما نیازی نداری فعلت هم دوباره به گذشته برگردونی. پس I didn't went اشتباهه. شما باید بگید I didn't go. من نرفتم. یا مثلا اگر بخوام سوال بپرسم ازت که بگم آیا تو رفتی دیروز، مثلا نمیگی دیگه did you went، اشتباهه. وقتی دید میاد فعلت به همون شکل سادهش میاد. Did you go؟ آیا تو رفتی توی گذشته. Did you go to school yesterday؟ آیا تو دیروز به مدرسه رفتی؟ پس این did یا didn't همون آیا در زمان گذشته است. ششمین اشتباه خیلی معمولیه، ولی بازم من شنیدم که بچه‌ها میگن به جای اینکه بگن thank you very much میگن very thanks. بچه‌ها این اصلا اشتباهه، از ریشه غلطه. اصلا very thanks ما نداریم. Thank you very much. Thank you so much. اینا جایگزین هایی هستند که شما میتونید ازشون استفاده کنید. پس very thanks اشتباهه. هفتمین اشتباه که باز هم خیلی زیاده اینه که شما نمیتونید تشخیص بدید صفتها کی برای مثلا انسان استفاده میشن کی برای چیزهای دیگه. مثلا شما وقتی میگید boring و bored، فرق این دوتا چیه؟ میدونید؟ boring واسه وقتیه که ما میخوایم بگیم یه چیزی حوصله سر بره. اما وقتی که میخوایم بگیم خودمون حوصلمون سر رفته، یعنی من حوصلم سر رفته، دیگه نمیگیم boring، میگیم bored. پس صفت‌هایی که ایدی میگیرن برای حس و حال خودمونه، برای توصیف صفت ویژگی خودمونه. مثلا I'm bored، حوصلم سر رفته. اگر بگیم I'm boring یعنی من حوصله سر برم، این اشتباهه. I'm boring نمیگیم. مثلا the movie is boring، فیلم حوصله سر بره. پس I'm bored، حوصلم سر رفته. I'm boring اشتباهه. یه نمونه دیگهش مثلا excited و exciting که میشه هیجان انگیز و هیجان زده. This video is exciting، این فیلم هیجان انگیزه. اما خودتو نمیتونی بگی I'm exciting، من هیجان انگیزم، این اشتباهه. بعد بگید I'm excited to see you، من هیجان زده شدم که دیدمت، هیجان زدم که ببینمت. هشتمین اشتباه وقتیه که میخوای بگی مثلا به خونه رفتن میگید go to home، این اشتباهه. go home خودش درسته. پس بیا بریم خونه نمیشه let's go to home، let's go home اصلا to نداره، اشتباهه اگر تو بذاری. ببین اشتباه بعدی وقتی که شما میخواید راجع به کازین هاتون صحبت کنید، مثلا میگی she's my cousin girl. دیگه وقتی شما داری شی میاری مشخصه که اون دختره، نیازی نیست بعد کازین گرل رو بیاری. She's my cousin، he's my cousin، همین کافیه، مشخص میشه که اون فرد یا پسره یا دختره. مورد دهم اینه که بگی I'm studying in university. واسه university شما باید at بیارید. I study at university. I'm studying at university. پس برای university شما at میارید. این اشتباهه. این یعنی اینکه من الان داخل دانشگاهم و دارم درس میخونم. I'm studying in university. همین الان تو دانشگاهم دارم درس میخونم. اما اگه بخوای بگی دانشجو هم دارم دانشگاه درس میخونم، میگی I study at university. دانشجو هم دانشگاه میرم. بعدی اینه که شما مثلا میخواید از یکی بپرسید کارت چیه؟ الان چی کار داری انجام میدی؟ شغل نه، شغل منظورم نیست. خب شغل که شما میگید what is your job، این درسته. وقتی میخواید از یکی بپرسید که الان داری چی کار میکنی، دیگه نمیگید what is your job، الان داری چی کار میکنی، این اشتباهه. بعد به جاش بگی what are you doing، الان داری چی کار میکنی. مثلا شاید یکی داره کار دستی درست میکنه، دیگه نمیپرسی داری چی کار میکنی، به جاش بگی what's your job. What's your job فقط برای پرسیدن شغله. What is your job. 12 میشم که خیلی زیاد میشنوم وقتی که شما میخواید بگید که منتظرت میمونم یا منتظرتم، نمیگید I'm waiting you، این اشتباهه. I'm waiting for you، منتظرتم، منتظرتم. I'm waiting for you. حتما حرف اضافه for رو باید بذارید تا نشون بده شما منتظر چی هستید. I'm waiting for my teacher، منتظر معلممم. 13 وقتی که شما میخواید به یکی بگید از من عکس بگیر، چجوری میگید اینو؟ Take a photo from me، اشتباهه. بعد بگید take a photo of me. Take a photo of me. پس حرف اضافه عکس گرفتن of هستش. Take a photo of me، یه عکس ازم بگیر. From me اشتباهه.
14میش مثلا میخواید بگید این یکی بهتره. This one is more better. این درسته به نظرتون؟ نه. شما دیگه better خودش به معنی بهتره. دیگه more رو نمیارید. This one is better. این یکی بهتره. پس this one is more better اشتباهه. more better با هم اشتباهه. شما better تنها بگید کافیه. بسه. This one is better. 15 که خیلی الان بچه ها میگن وقتی که میخوام بگن سرما خوردم، مثلا چون cold میشه سرما، فکر میکنن اگر نس بهش اضافه کنن میشه سرما خوردگی. بعد مثلا میگن I have a coldness. سرما خوردگی دارم. این اشتباهه بچه ها. خود cold هم به معنای سرماه هم سرما خوردگی. I have a cold یعنی سرما خوردم. اگر بخواید بگید سردمه میگید I'm cold. اما وقتی با have میارید I have a cold. سرما خوردگی دارم. سرما خوردم. پس I'm cold میشه سردمه. اگر با to be بیاد صفته I'm cold سردمه. اگر با have catch بیاد میشه سرما خوردگی. I caught a cold. سرما خوردم. مورد 16 اینه که وقتی میخواید بگید دایی یا عمو میگید مثلا my father's brother. این اشتباهه. شما باید بگید my uncle. حالا اگر نیاز باشه اون طرفی که دارید باهاش صحبت میکنید ازتون اطلاعات بیشتر میخواد، بعدش میگه که مثلا سمت پدریه یا سمت مادریه، بعد شما جواب میدید. اما اگر بگید my father's brother یا my mother's brother این اشتباهه. شما باید بگید my uncle. uncle میشه عمو و دایی. واسه عمو و خاله هم همینطوره aunt. my aunt, my uncle. مورد 17 واسه وقتیه که میخوایم بگیم برق رو خاموش کن. دقیقاً عین همون تلویزیون رو روشن کنه. یه سری میگن مثلا نمیدونم برق رو بزن، چراغ رو ببند. اینا رو ما تو فارسی میگیم، استفاده میکنیم. اما تو انگلیسی نمیتونیم بگیم close the light. نور رو ببند، چراغ رو ببند. این اشتباهه. باید بگیم turn off. turn off the light. پس روشن کردن میشه turn on. خاموش کردن میشه turn off. turn off the light. چراغ رو خاموش کن. مورد 18 استفاده فعل understand توی گذشته است. دوباره همون اشتباه تکراری. مثلا میخوای بگی متوجه نشدم، چی میگی؟ نه واقعا چی میگی؟ میگی I didn't understood. این اشتباهه. شما گفتم وقتی did و didn't داری دیگه فعلت به شکل ساده میاد. I didn't understand. متوجه نشدم. I didn't understand what you said. متوجه نشدم چی گفتی. I didn't understand. اما اگر بخوای بگی متوجه شدم تو گذشته چی میگی؟ میگی I understood. دیگه چون اینجا did و didn't نداریم خود understand و شکل گذشته‌شو به کار میبریم. I understood. متوجه شدم. خب کم کم داریم به آخراش نزدیک میشیم. اگه تا اینجا همراه من بودید لایک و سابسکرایب یادتون نره. میخوایم بگیم که من علاقه‌مند یادگیری هستم. علاقه‌منده میشه interested. خب حالا بعضیا اشتباه استفاده میکنن interested و میگن مثلا I'm interested to learn English. علاقه‌مندم انگلیسی یاد بگیرم. این اشتباهه. یه اشتباه خیلی کوچیکم داره اما باز اشتباه محسوب میشه. شما باید بگید I'm interested in learning English. پس هم to باید بشه in. I'm interested to اشتباهه. I'm interested in. علاقه‌مندم به فلان چیز. حالا اگه بعد از این فعل بیاد مثلا فعل یاد گرفتن که میشه learn حتما باید ing داشته باشه. I'm interested in listening to music. من علاقه‌مندم به گوش دادن موسیقی. I'm interested in reading books. علاقه‌مندم به خوندن کتاب‌ها. پس حتما فعل بعد از این باید ing بگیره. و مورد آخر که ما تو فارسی میگیم مثلا رو اعصابم راه نرو، رو مخم راه نرو. خب اینو شما بچه‌ها من شنیدم که میگن don't touch my nerves یا اصلا یه چیز دیگه میگن. اما فعل درستش میشه get on nerves. Get on somebody's nerves. پس اگر بخوایم بگیم رو مخم نرو میشه don't get on my nerves. رو مخم نرو. هر فعل دیگه هر چیز دیگه جز این بگی اشتباهه. Don't get on my nerves. اعصابم خورد نکنه. انقدر رو مخ من راه نرو. یا مثلا داری میری تو مخم. You are getting on my nerves. داری میری رو مخم دیگه. You're getting on my nerves. داری میری رو اعصابم. So these mistakes get on my nerves all the time. So try to fix them and use the correct ones. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید.